اگه رابطه عاشقانه‌ای داری ولی دائم نگران از دست دادنش هستی، با این فرمول دکتر جان گاتمن میتونی با دقت 90% آینده رابطه عاطفیت رو پیش بینی کنی. دکتر جان گاتمن، روانشناس زوج درمانگر، بعد از بیش از 40 سال تحقیق روی هزاران زوج میگه نابودی رابطه معمولاً نه با خیانت یا دعوای بزرگ، بلکه با عادتهای مخرب کوچیک اما تکرار شونده اتفاق میفته. بر اساس همین عادتها دکتر گاتمن مدلی ساخته که با دقت 90% میتونه پیش بینی کنه یه رابطه تموم میشه یا نه. امروز میخوایم 3 عادت خطرناک و راه نجات هر کدوم رو با هم مرور کنیم. 1. انتقاد، کریتیسیزم. همه ما توی روابطمون یه وقتایی پیش میاد که از رفتار طرف مقابلمون دلخوریم و میخوایم شکایت کنیم. اما رابطه جایی خراب میشه که به جای انتقاد از رفتار طرف مقابلمون به شخصیتش حمله میکنیم. مثلا وقتی بهمون زنگ نمیزنه میگیم تو کلاً آدم بی‌عاطفه یا بی‌مسئولیتی هستی. حالا رفتار سازنده و درست چیه؟ به جای حمله به شخصیت طرف مقابل و گفتن تو، از واژه من استفاده کن و احساس واقعیت رو به طور مشخص در مورد اون رفتار خاص بهش بگو. مثلا به جای اینکه بگی تو کلاً آدم فراموشکار یا بی‌مسئولیتی هستی، بگو من دیروز از اینکه بهم زنگ نزدی ناراحت شدم. اینجوری دلخوری و شکایتت رو به نحو سازنده‌ای به پارتنرت گفتی و اون هم مسئولیت کارش رو به عهده میگیره. همچنین از گفتن مطلق‌ها مثل همیشه یا هرگز دوری کن، چون اولویت رو میذاره روی آزار دادن به جای حل مشکل. 2. تحقیر، کانتمپت. قوی ترین پیش بینی کننده جدایی تحقیر شریک عاطفی مونه. تحقیر میتونه شکل‌های مختلفی داشته باشه. توهین، تمسخر و تیکه انداختن، مثل اینکه به شریکت که میدونی توی تصمیم گیری محافظه کاره بگی تو که استاد تصمیم گیری هستی. یا شریکت بگه فردای مصاحبه شغلی مهم دارم و استرس دارم و تو میگی تو هم که بابت همه چیز استرس میگیری. حس برتری جویی، مثل اینکه بگی فرق من و تو اینه که من عاطفه و قلب دارم. چرا تحقیر اینقدر خطرناکه؟ طبق تحقیقات گاتمن، تحقیر باعث فعال شدن سیستم دفاعی مغز میشه و همینطور احساس شرم و بی‌ارزشی ایجاد میکنه. راه حلش اینه که مثل حالت قبل، به جای حمله به طرف مقابل یا تحقیرش، سعی کنی درکش کنی و به صورت سازنده و سالم حس واقعیت رو در مورد اون رفتار خاص بهش بگو. اینجوری شریکت گارد نمیگیره و پذیرای حسی که تجربه کردی میشه. 3. جبهه‌گیری، یعنی به جای شنیدن حرف طرف مقابل فوراً حمله متقابل کنی. حالا تو خودت هفته پیش این کارو نکردی؟ پادزهر این عادت مخرب پذیرفتن سهم خودت در تعارضاته. این با عذرخواهی الکی یا کوتاه اومدن فرق داره. حتی اگر فکر می‌کنی به نسبت طرف مقابل تقصیر کمتری داری، میتونی مسئولیت اون بخش مرتبط با خودت رو بپذیری. مثلا بگی حق با توئه، میتونستم خبر بدم. گاتمن میگه روابط سالم پر از آدم‌های بی‌نقص نیست، پر از آدم‌هاییه که مسئولیت سهم خودشون رو میپذیرن. پس اگه بخوام این 3 عادت خطرناک رو خیلی خلاصه بگم اینه: 1. انتقاد، پیامش اینه تو مشکل هستی. 2. تحقیر، من از تو بالاترم. 3. جبهه‌گیری، من تقصیری ندارم. خب، رسیدیم به پایان ویدیو. اگه مطالب این صفحه برات مفید بود، خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب حمایت کنی و این پست رو برای دوستاتم که دوست دارن رابطه عاطفیشون حفظ بشه بفرستی.